آقا ببخشید این هندوانه ها شیرینه؟ دمت گرم. این یکی این کوچیکا این به درمون نمیخوره چیه؟ این چطوره؟ اینو ببینم. نمیدونم مولوین. شک دارم. اینو بیارم بالا ببینم. بیارم بالا. صداش خوبه، صداش عالیه ولی نمیتونم توش قرمز هست یا نه؟ ببینم بیسا. بس دیگه! یه هندوانه داری میخوایی دهن ما رو سرویس کردی 4 ساعت تپ تو با هندوانه شناسی سرگرده در نیار. مهمان داریم من خونه اگه شیرین نبودم پس بیار. پس نمیگیره آقا پس بگیری؟ نمیگیره در ناموست پس بگیم دهن ما رو سرویس میکنه. آقا هندوانش باید شیرین باشه من شیرینم به قرآن شیرینم. شیرینی؟ آره شیرینم. یه چاقو بیار بهم چاقو میزنی بزن ولی بذار قبلش بهت یه چیزی رو بگم. من از دوست، رفیق، آشنا، فامیل، نزدیک هر کی که فکرشو کنی خنجر خوردم. تو دیگه بهم چاقو نزن نامرد. همه درش خونه این تیم نکرد آقا تو صبح بزن تو سرم بزن پس کلم منو تست کن ولی بهم چاقو نزن. آقا من نمیتونم این ریسک رو کنم برم خونه تو سفید باشی چی؟ آقا والا شیرینم والا قرمزم. نه دون به من چاقو بزن چون دقیقا اینو بزن شاید اینم شیرین باشه. بابا این کجای ما رو چک میده این کوچیکه ما مهمان داریم همه مهمونا که هندوانه خور نیستن چون تو میبینی دیگه همه اینا هم بخورن دیگه. همه هندوانه خورن تو داری به من میگی فامیل خودم میشناسم. آقا تا صبح بزن تو سرم ولی خنجر نزن بهم. نمیدونم بالا یه بار دیگه بزنم سر من چجوری بزن که تو نزنی کی بزنه بزن. آقا این بعد نمیخوره بزن این هندوانه بعد نمیخوره